تبلیغاتی که از طرف مبلغان صورت میگیرد بیشتر در خود همین ناحیه ها تشکل یابد. یعنی گروه های تبلیغاتی را ما کوشش کنیم که در محل ها، در خود ناحیه ها تأسیس دهیم. یعنی از حساب زیایان دیوت، از معلمان، طبیبان، یعنی افراد زیایی، اینها را اگر ما مثلا در کورس‌های مخصوصی که در دانشکده دولتی داریم اینجا میتونیم کورس‌های مخصوص براشون شاید تا اینکه بیاین یک کورس مختصری 3 ماه 6 ماه را خوانند و در همون محل خودشون با همین تبلیغات شروع کنند. چون که این تبلیغات باور کنید همه روزه لازم است. همه روزه لازم است. البته مسئله برشکونده یکی از مسائل مهم در روند تامین امنیت ملی جمهوری قرار دارد. گرچه که در سالهای اخیر از دوره استقلالیت دولتی تا امروز در سمت مبارزه بر ضد خودگرایی، خونگرایی، تروریسم های نظر است از طرف همه مقامات‌های مبارزه برنده، مقامات‌های اجرایی حکومت محلی دولتی و جامعه شهروندی به انجام رسانده شده باشد هم، لیکن تا اندازه محیط پست بودن همین هماهنگسازی، پراکندگی و در درجه لازمی احساس نشدن متحدی این نهادها و قوای مبارزه برنده در جمهوری توضیح کرده می شود. طبق معلومات‌های ستاد جمهوری که در نزد پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است، تا امروز از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان 651 نفر شهروندان غیر قانونی در واحدهای مسلح، زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات‌های جنگی در حدود دیگر دولت‌ها خصوصاً سوریه، افغانستان، عراق، پاکستان، یمن اشتراک می‌کنند. از همین 651 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان 19 نفرشان زنان تاجیک میباشند. تعداد اویله‌هایی که با مقصد جهاد و اشتراک در سطح تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی و اکستریمیستی بیرون از کشور عمومی باشند تا امروز 113 اویله را تشکیل می‌دهند. هیئت این اویله‌ها از 119 نفر مرد، 117 نفر زن، 70 نفر دختر و 92 نفر پسربچه‌ها عبارت می‌باشند. کم نیستند زنان و دخترانی که در داخل جمهوری با هیئت تشکیلات حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی که فعالیتشان در جمهوری ختم کرده شده است، به طور پنهانی فعالیت تحریک‌کارانشان ادامه داده ایستاده است. متاسفانه این موضوع به حکم عنعنه درآمده است که اکثر جماعت‌های خانواده‌های زنان در جمهوری ما بدون بیاتون، بخشی، فولبین صورت نمی‌گیرد. طبق استانداردهای معینی که در علم جامعه شناسی قبول گردیده است، اگر در سال 2014 از شهروندان سن و سال و از نگاه منصوبیت گندری گوناگون 1500 نفر مصاحبان یعنی رسپاندنت‌ها قبول کرده شده باشند، در سال 2015 این تعداد به 1584 نفر رسید. باید با اصرار و قاطعیت گوییم که طرفداری بنیادی دولتداری دنیوی امروز در جمهوری تاجیکستان تقریبا 60% اهالی را تشکیل می‌دهد. 40% یعنی طرفدار 40% اصلا قسمتی 12% بیشتر طرفداری حاکمیت دینی باشند. اگر مثلا یک تعداد معین حدودی 12-13% دیگر مثلا میگویند که من در جواب دادن این سوال آماده نیستم و قسمت دیگر میگویند که من نمیدانم. یعنی آموزش سوسیولوژی نشان میدهد که اصلا آگاهی کامل داشتن از ساختی دولتداری نظام دنیویتی حاکمیت سیاسی در جمهوری تاجیکستان حالا هم ضعیف است و این نهادهای داخلدار علمی و تحقیقاتی و نهادهای شهروندی را وادار می نماید که
дар масъалаи фаҳмондадиҳӣ ва дуруст ба мардум расонидани масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ ки имрӯз дар саросари кишвар ҷараён доранд, корҳоро пурқувват намоянд. Усу менен.